سلام دوستان، در این ویدیو میخوایم به شما یاد بدم که چگونه اپلیکیشن ریب در موبایلتان اینستال کنین و همچنان اکانت بسازین. اول در موبایل اندروید شما به گوگل پلی میرین و در سرچ نوشته میکنین ریب REAB. این اپلیکیشن است، این باید اینستال کنین. اپدیت جدیدش هم اگر آمده باید اپدیت کنین، چون سرعت ریب خیلی بالا شده. و این وقتی که باز میکنین میایین به این شکل و میتونین لاگین وید گوگل یا هم کانتینیو وید ایمیل، هر یکی رو انتخاب کنین. اما وقتی اکانت ندارین ساین اپ کلیک میکنین. خب من این قسمت ایمیل خود نوشته میکنم. بعد از اینکه ایمیل نوشته شد کانتینیو، حالا یک پسورد اینجا نوشته میکنم. دوباره باید تکرار شود. پسورد باید حداقل 6 کاراکتر باشه، حروف بزرگ کوچک هر طور داشته باشه و همچنان یک سمبل داشته باشه. مثلا ببینید من چه قسم پسورد میتونم شما نشون بدم. پسورد مثلا نشون میکنم A بزرگ است، B C D. ای بزرگ بود. یک حرف باید حتما بزرگ باشه و یکی حتما باید کوچک باشه. حالا اد یک سمبول هم باید باشه و نمبر هم باشه 3 2 1. مثل از یک پسورد باید شما داشته باشید. دوباره تکرار A B C D اد 3 2 1. حالا ساین اپ. در ایمیلی که شما اول وارد کرده بودین یک کد رفته، باید اون کد شما پیدا کرده دوباره بیاین در این قسمت وارد کنیم. حالا ببینید که من ایمیل دریافت کردم. بالای ایمیل کلیک میکنم و این کد است که برای ما آمده، این را کپی کرده. دوباره میایم در اپ ریب و در اینجا پیست میکنم وریفای کد و به این شکل اکانت ما ساخته شده. حالا من باید معلومات خود اینجا وارد کنم. باید نام مکمل باشه، نصیب الله حمیدی. نام باید مکمل باشه. در یوزرنیم یک چیز شما نوشته کنین و ببینید که درست است، یعنی your gender male female یا هم نمیخواین بگوین و next. یوزر نیم گرفته شده، یک نمبر اضافه میکنیم، 1 2 3 یا هم 1. بله این یوزر نیم شد. این قسمت باید تاریخ تولد خود نوشته کنیم. خود تاریخ تولد هم انتخاب شد. let's go. در این قسمت بر ما میگه که شما چی نوع ویدیوها رو دوست دارین، از اون نوع ویدیوها رو بر ما بیاره. من انتخاب نمیکنم، شما میتونید انتخاب کنین چند تا رو و next بزنین و یا هم اسکیپ. فعلا اسکیپ میکنین و اکانت شما ساخته شد. حالا شما میتونین از ریب استفاده کنین. ما در ریب مینی اپ هم داریم. در این تمام مینی اپ های ریب است و در این قسمت شما میتونین ریلز ببینین و در این قسمت میتونین پیام کنین و این هم پروفایل خودتان است. تشکر از اینکه ویدیو رو تا آخر دیدین. ریب حتما دانلود کنید.